سلام. امروز یه شنبه دیگه گفتم اگر بشه بریم اون قسمت هایی که دفعه قبل فرصت نشد. میبینید یکم هوا دیگه بارونیه، در واقع شروع پاییز اینجاست. در نتیجه رفته تعداد روزهای بارونی اضافه میشه و تعداد روزهای آفتابی کم، طول روزها هم کوتاه‌تر میشه طبیعتاً. اون وقت گشتن توی پارک فرصت کمتری خواهد داد بهمون و اینکه دیگه بعد تا 4 و 5 بعد از ظهر آقاکارا اومده باشه، گشتاشو زده باشه که بتونیم تا قبل از تاریکی هوا برگردیم. و اینکه الان هر گله به گله هر جای وای میسته بو میکنه، بوی جدید به مشامش میرسه و جالبه دیگه. حالا شاید بعض وقت حوصله سربر باشه این همه توقف میکنه، ولی از یه طرف هم جالبه که اینها میتونن یه جای خونده بودم 70,000 تا بوی مختلف رو میتونن سگا اصلا تشخیص و تمایز بدن، مقایسه کنید با تعداد بوهایی که ما میتونیم تشخیص بدیم. جالب. اگه یادتون باشه اپیزود قبلی در مورد این که وقتی درختای بزرگ میافتن شهرداری میاد و قطعه‌شون میکنه داشتم توضیح میدادم. اینجا یه نمونهشه. این پارسال یک سری طوفان‌های خیلی شدیدی اومد که باعث شد خیلی از این درخت قدیمی ها بشکنن. اینجوری قطعه‌شون کردن و نمیدونم احتمالاً میذارن تا اینا تبدیل به خاک بشن، چون سال هاست، حتی سالها که چرت کنم ماه هاست که در همین وضعیت اینجا تلمبار شدن. حالا نمیدونم که آیا میبرنشون یا نه.
گشت گذار امروزمون تا جلسه بعد که بریم یه بخش دیگه از پارک رو ببینیم. فعلا